ما خوندن نمیتونیم برای همه شهرنده تاجیکستان فرضه که ما مسلمان نماز برده اما تمام خوندن نمیتونیم ما گناهکاریم مگه ما برای زندانی میکنن لیشو را میترشن نه یک ویدیو را تماشا کردم که در تیرامو درخت نوک گل کرده است درخت نوک در تاجیکستان گل کرده است این همین روز ما همین سر تماشاش کردیم درخت نوک این که چی نشانه دارد این روز جوانای تاجیک ما باوری دارم که همه بیدار شده که همه همه باوری دارم که نمیخواد جوانی که جمع شده که انشالله ما باور داریم ما میگیریم این موالی را میگیریم موالی برا دف شو در کار نیستی این قدر جوانت نظر کو ما نه پدر دیدیم نه میری مادر دیدیم نه میری فرزند دیدیم همه غریبیم در اینجا خاموشیم مولده پدر ما را دیدم حالا من نه ساش مهاجرم نه ساش ما 16 سالگی مهاجرم در همینجا من پدر ما ندیدم مادر ما ندیدم زن ندارم تو 25 ساله شدم من زن ندارم اینو چی زن ندارم بله من میترسم که فقط زن گیر با دو مفت من در مسکن زنی من در اونجا فرزندی من در اونجا من فیلم فرزندی که شیرین است باید دست گریفتی باید دهن آسانه است که 2 میلیون مهاجر داره 8 میلیون اهالی داره نه تاجیکستان فقط موسفید زنک دختران مانده از کودک‌ها دیگر همه جوانا در همینجا هستند خیتایی های نیز آمدن در تاجیکستان کار میوان برای چی جوانان شهرونده تاجیکستان جای کاری افتاد نمیتونن برای چی بیزنس میدای سوداگری تاجیک میلیاردرهای تاجیک در تاجیکستان کار کردن نمیتونن تجارت خودشون پیش بردن نمیتونن برای چی همسایه که شرطنامه بسته نمیتونن رها و محکمه تو که با همسایه دوست نباشی یا با الله قسم تو یکان کار پیش نمیره واقعی ازبکستان را همون محکم کنه که تجارت با روسیه با دیگه دولت ها فروخته نمیتونه گاز هم محکم کنه است که تو 2006 گاز بود در تاجیکستان این کثافت ایسار آمد تمام زمین قاق شد امام تو ایسار آمد